بینندگان عزیز سلام. داستان‌های شاهنامه یکی از کتاب‌های بهترین در جامعه انسانی شناخته شده است و ما در سلسله برنامه داستان پیرامون هر یک ابراز و هر یک داستان این کتاب بی‌زوال به شما معلومات می‌خواهیم بدهیم. امروز می‌خواهیم صحبت داشته باشیم با شاعر خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام ابا عبدالله رودکی عسکر حکیم بابت داستان رستم. خوب استاد، شما را به برنامه خیر مقدم میگویم. زمینه قهرمانی رستم از کجا آغاز می شود و برای این قهرمانی کی سهم میگذارد؟ البته حکیم ابوالقاسم فردوسی پیش از آن که نوشتن شاهنامه را سر کند درباره سوژه های این قصه بسیار هم کهن و خیلی گسترده در بین مردم و همچنین درباره شخصیت هایی که در این قصه عمل می کنند البته خیلی دقیقاً فکر کرده است. بنابر همین و یکی از اساسی ترین قهرمان های داستانش را در صورت رستم مجسم می کند، زیرا سببش هم در آن بود که نماد رستم یا اینکه ابراز رستم یا صورت رستم، شخصیت رستم هم در ادبیات خطی که تا فردوسی وجود داشت و هم در ادبیات شفاهی مردم یعنی در زبان مردم نهایت نقش درخشان داشت و این درخشانی نقش رستم به چی وابسته بود؟ به آن وابسته بود که رستم تجسم آزادی، استقلال و یگانگی ایران بزرگ یعنی وطن فردوسی بود. ابوالقاسم فردوسی وقتی که نوشتن این داستان را شروع کرد، دولت سامانیان حالا در قدرت بود و انکشاف داشت، ترقی داشت و موقعش در عالم بسیار هم مستحکم بود و برای به اثبات رسانیدن این چیز و همچنین نشان دادن گذشتگان بسیار هم بزرگ خود، تمدن پرور خود، فرهنگ ایجاد خود، فردوسی نماد رستم را به مرکز داستان میگذارد و ما میبینیم که رستم از اولین قدم هایی که در عرصه پهلوانی میگذارد توجه فردوسی همیشه به او بوده است. در میدان محاربه هم در زندگی هر روزش هم در شادی و نشاط و در بزم در همه حالت و مهمترین چیز این است که در نماد رستم نه تنها جهان پهلوان است بلکه مرد بسیار خردمند است و همیشه از روی دانش و عقل حرکت میکند، کار میکند و شاهانی را که نیز به سلطنت میرساند، به شاهنشاهی میرساند، تشویق میکند که از عدالت و آزادی و استقلال ایران محافظت کنند و همیشه خودش هم برای همین کار آماده است. بنابر همین ما میبینیم حتی از همون اولین ظهور رستم که وقتی به سمنگان به نزد پدرش هیئت می آید که ایران در خطر است و آن را باید از دست افراسیاب نجات داد، پدرش زالیدستان اول به هیئت آمده می گوید که من که دیگر اکنون سال خورده هستم، پیر هستم، البته من در رزم اشتراک می کنم اما باید یک جوانی باشد که به هدفهای ما دست یابد و همین گونه جوان شیرمرد این پسر من رستم است و با رستم صحبت میکند، میگد هر چند تا جوان تا است، حتی میگد از دهانت بوی شیر می آید اما تو با اون نیرویی که داری میتوانی پشتیبان ایران باشی و نقش مرا در میدان محاربه ها و پهلوانی و مبارزه برای وطن اجرا کنیم. بر رستم همی داد ده دایه شیر، که نیروی مرد است و سرمایه شیر. چو از شیر آمد سوی خوردنی، شد از نان و از گوش پروردنی.
بود 5 مردمر او را خیوریش، بماندند مردم از آن پروریش. چو رستم بپیمود بالای 8، بسانی یکی سروی آزاده گشت. چنان شد که رخشان ستاره شود، جهان بر ستاره نظاره شود. با همین گونه خوب صحبت اونها روان می شوند از سمنگان به دعوت بزرگان ایران که میخواستند تخت بی شاه مانده ایران را که بعد از گشتاس بی پادشاه مانده بود، یکی از نژاد خوب فریدون را پیدا کنند و در اونجا خب به شاهنشاهی، تخت شاهنشاهی شنانند. همین طریقه ببینید دیگر داستان رستم آغاز می شود و وقتی که رستم با پدرش با هیئت بسیار لشکر به ایران می آیند و بر ضد افراسیاب مبارزه می کنند، پدرش برای جستجوی کیقوباد که از نسل فریدون بود، او را به البرز کوه میفرستد که رفته از آنجا کیقوباد را بیارند و بر تخت شنانند. و البته در این مرز در زیر تصرف افراسیاب بود و در راه رستم با لشکران افراسیاب میدان میکند، اونها را مغلوب میکند، گذشته میرود و یک جایی میباید در دامن البرز کوه که یک چشمه جاری است و رود است و سبززار و بسیار جای خوشباد و هوای و یک گروه نشسته در اونجا بحث میکنند. وقتی که رستم دعوت میکنن که تو که مسافر هستی بیا با این سوارانت همراهانت مهمانی ما شو، و خوب اونم مهمان میشود، میگوید که من خیلی شتاب دارم، من باید زود روم و من به نهایت وظیفه مهمی آمدم. میپرسن که چی وظیفه مهمی در اینجا داری؟ میگوید من کیقوباد را جستجو میکنم. و جوانی که در بین اینها نشسته بود بسیار هم خوب زیبا و با اندامی بسیار پهلوانانه بود، میگه که کیقوباد را چیکار میکنی؟ میشناسی او را؟ میگه نه نمیشناسم، اما ضرورت افتاد است که من او را ببینم و برم به ایران، زیرا اشراف ایران طلب دارند که بر تخت نشانند. بعد جوان میخندد میگه کیقوباد من هستم. و از همانجا آنها دیگر به ایران برگشته می آیند. هنگام آمدن البته که افراسیاب لشکرش که الک شکست خورده بود از دست رستم، در وقتی رفتنش، وقتی آمدنش میفرمایند که خب پیش راهش گیرید و نابود کنید و یک دسته بسیار پرقوت افراسیاب راه رستم را میگیرد و همچنین کیقوباد را و محاربه آغاز می شود. و کیقوباد هم همچون پهلوان و همچون از نژاد فریدون شمشیر میکشد و به میدان وارد شده نمی شود که رستم نمیگذارد، میگوید نه در اینجا باید تو جانت احتیاط کنی، باید رزم نکنی، رزم کار من است در اینجا. و واقعا در اونجا همچنان رزم میکند که در همین اون کیقوباد میبیند و اولین بار همین تخلص تهمتن را به زبان میبیارد که این رستم این تهمتن بوده است. خب از اونجا اونها که بعد به ایران میرسند و لشکر افراسیاب خب مقاومت میکنند، مبارزه از اینجا سر میشود، دیگر داستان رستم سر میشود. و ببینید از همه مهم در اینجا آن است که اولا خب عقیده فردوسی که در سری خب شاهنشاهی ایران باید کسی باشد که از نژادی خب شاهنشاهان کیانیانی چی باشد ایران باشد و او 100% چی دارد که باور دارد که این نژاد خیلی هم عالی است، عادل، استقلال خواه و به مردم مهربان و عدالت میکنند و به همین طریق همیشه از آنها پشتیبانی میکند و رستم را همچون قوه‌ای که
خب برای برقرار کردن آزادی و استقلال و خب خرد در پهنای ایران ضرور است استفاده میکند. خب استاد، همین ابرازی رستم در افسانه های دهانی خلق تا آن وقتی که مثلا شاهنامه را آفرید فردوسی جای داشت و آیا همین گونهگان قهرمانی شاید به مانند رستم یا که همین گونه قهرمانی افسانوی زمینه پیدایش قهرمانی رستم شده است؟ البته در برابر رستم در شاهنامه قهرمان‌های بسیار دیگری عمل میکنند. گیو، توس، خوب و یک سلسله قهرمان‌های دیگری هستند و از بین اونها تنها رستم را به این درجه برداشتن فردوسی همچنانی که صحبت کردیم در آن است که او میخواهد رستم را همچون نماد ایران، نماد پشتیبانی ایران، نماد وطنخواهی ایران، نماد استقلال خواهی مردم ایران و دولت ایران نشان دهد. و ما هم میبینیم که در میدان ها هم حتی وقتی که حرب میکند رستم همیشه فردوسی جانبدار رستم است و رستم نه تنها از زور بازویش استفاده میکند، وقتی که ضرور میشود راه میجوید، واسطه میجوید خوب و به هر راه البته خب رقیبش را مغلوب میکند، زیرا مقصد منظور نهایت مهم است. منظور دفاع ایران است، دفاع مردم است، دفاع دولت است. بنابر همین در همه خوب حرب ها رستم پیروز می بیاید و حتی خواننده عادی هم میتواند پی برد که فردوسی به او مدد میکند، زیرا همچنانی که گفتیم مهمترین شخصیت است در شاهنامه. بدون پهلوانی، بدون آن قدرتمندی که مثلا در میدان جنگ داشت رستم، باز چه خصوصیت هایی داشت که او را میتوان همچون یکی از بزرگترین پهلوان و یا که خردمند در شاهنامه و یا که در جامعه انسانی معرفی کرد؟ با واسطه رستم فردوسی همه آرمانهایش را میگوید. بنابر همین او هم در پهلوانی نظیر ندارد و هم در خرد، هم در دوراندیشی و اگر لازم شود در پیدا کردن راه، واسطه و طریقی که بر حتی پهلوانی که شاید از وی در قدرت نیرومندتر باشد ظفر کند. همچنانی که مثلا بر اسفندیار هم همین کارا کرده بود، بر سهراب هم همین کارا کرد. و ببینید حتی اون بیت های عالی ترینی مثلا شاهنامه در توصیف رستم گفته شده هستند. همون بیتی مشهوری که مثلا میگوید برید و درید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و پا و دست. این هم از نظری خب بدیعیت نهایت عالی است و هم از نظر قدرت که در یک بیت با واسطه مثلا 10-12 کلمه چخیل قدرتی رستم نشان میدهد. برید و درید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و پا و دست. بنابراین ببینید این واقعا از آن شهادت میدهد که خیلی بر ذمه رستم فردوسی منظوری را میگذارد، وظیفه را میگذارد که برای هستی این ایران و مملکت او ضرور است. بنده به هر حال آگاهی از ادبیات جهان هم دارم و من به اون باور کامل میتوانم بگویم که همچنان که شاهنامه در ادبیات جهان نظیر ندارد، هرچند ما خب میدانیم که در ادبیات بشری جای ایلیاد، ادیسه و هومر خیلی بزرگ است، خب جای مسکه الهی دانته خیلی بزرگ است، اما اگر از روی عدالت خب حکم کرده شود و اگر شاهنامه به زبانهای خارجی به اون شیوایی، به اون زیبایی، به اون استحکام و بزرگی و سخن اگر ترجمه کرده میشد، این کار البته امکان ندارد، چون که
هر اثر شعر در زبان خودش به اون درجه بزرگی میتواند تجلی کند. بنابر همین اون را در زبان دیگر دادن 100% امکان ندارد در شعر. بنابر همین و حتما وقتی ترجمه کاسته می شود، اگر همین گونه کار امکان داشت، یا اینکه اونهایی که ادبیات جهان را بررسی میکنند خب شاهنامه را به زبانی که ایجاد شده است خوانده، همه اون زیبایی او را آن را درک کرده توانند، اگر حتما میگفتند که در دنیا مثل شاهنامه اثری نیست که به این درجه عالی باشد. خوب استاد، در همین ابراز رستم که در داستان رستم و حتی در داستان رستم و سهراب دیده میشد که فردوسی دیگر ابرازها را هم آورده با هر بهانه به زندگی نامه رستم وارد میکنند. مثلا جایی هست که مثلا ابراز سودابه هست، جای دیگر ابراز سیاووش هست، جای دیگر ابراز سهراب است و همین گونه ابرازها خیلی زیاد هستند. ببینید البته در هر یک اثری بدیعی در برابر قهرمانی مرکزی، قهرمانی اساسی، دیگرها هم عمل میکنند، چون که همه چیز در مقایسه شناخته می شود و ما میبینیم که ببینید فردوسی رستم را در حالتهای بسیار گوناگون نشان میدهد. مثلا در حالت غضب نشان میدهد. وقتی که ببینید میروند برای آنکه کیکاووس دعوت میکند که بیاید که ایران در خطر است، خب وقتی که گیو میرود برای آوردن رستم، گیو سپارش گرفته بود که همین رفت که گیرو همون زمان یک روز نایستاده برگرد، اما این رستم میگوید نه، تو مهمانی من میشوی و 3 روز در اونجا بزم شادی میکنن، روزی سیوم به راه میبرند. وقتی که میبینند کیکاووس به وی خشم میگیرد، کاووس خشم میگیرد و میگوید که به گیو میفرماید که چه کن، رستم بدار کش. خیلی جرأت میکرد که رستم بدار کشد، از جایش جنبان که نمیشود، میبیند که فرمانش اجرا نمیکند، به توس مراجعت میکند به سرلشکر، میگوید گیو و رستم هر دیش زنده بدار کش. که توس میخواهد پیش رستم یک قدم مانده بیرون برده برای آویختن، نه البته که گوید که خشم وی گذرد، خشم کاووس گذرد که رستم یک تکی میزند، تو ستا سرلشکر با همون قدر پهلوانیش به زمین پرچین میشود و رستم همین چیزی که درباره کاووس در فکرش بود میگوید، روی راست میگوید که تو بیخیرت هستی، خوب تو اندیشه نداری، تو کشور خراب میکنی، مردم خراب میکنی، هر چیزی که در دلش بود میگوید و میگوید که من از تو ذره ترس ندارم، من تو 2 بار از مرگ نجات داده آورده تخت بشیناندم، امروز به من خیلی بی‌حرمتی میکنی. همه حرفشو میگوید و برآمده میرود. ببینید در حالت خشم هم خب نشان داده است، اما در آنجا تاکید میکند که فردوسی که همه حاضرین در پهلوان‌های همه اونهایی که میشنیدن جانبدار رستم بودن، چون که گپ حقش رو میگفت و واقعا همینطور است. وقتی که قهر کرده میرود، بعد به کاووس میفهمانند که تو چیکار کرده، این ایران که دیگر محافظت میکند از افراسیاب، تو از تختم محروم میشوی، از جان خودت هم محروم میشوی. که وقتی که میفهمانند، اول وی میگوید که خیر رستم 1 نفر، من لشکری بسیاری دارم. بعد جواب عجیبی میدهد، گیو میگوید که بله رستم 1 نفر است، اما او دلی لشکر است، جرأتی لشکر است. تو لشکر را از دلش، از قدرتش محروم کردی و همچنین بر دشمنت امکان دادی که دیگر وی از تو نترسد، چون که وی میداند افراسیاب که اگر که رستم در میدان نباشد ما ظفر کرده نمیتوانیم، وی ها دلیر میشوند و حتما ظفر میکنند بر ما، راه دیگر نیست میگوید جز آشتی با رستم. و کاووس با گشته آدم میفرستد که رود رستم راضی کرده بیارد و بردارد. یعنی در چه حالت؟ یا اینکه مثلا این در حالت جنگ و غضب، اکنون شما به یاد بیارید حالتی که رستم خب
در یک روز فراغتش جنگلزار میبراید و خب یک جای استراحت میکند و خب دو سه گور شکار میکند و خب بریان میکند و میخورد و بعد خوابش میبرد، رخش گم میشود. بعد جستجوی رخش میباید سمنگان که میباید، شاه سمنگان که نام رستم شنیده بود و مردم که در کوچه میگیرند و میشناختند، خب با خرسندگی پیشواز میگیرند، میباید و میگوید که من رخشم گم شد و من برای جستجوی رخشم آمدم و شاه سمنگان میگوید که تو مهمانی ما شو، ما حتما رخشت فردا پیدا میکنیم. و وقتی شب ضیافت میاد و خواب میرود رستم، داستان تهمینه آغاز می شود و تهمینه که این از جهان پهلوانی رستم خیلی قصه ها، ببینید حالی که یکی گفتیم در زبان مردم است، شنیده بود، غایبا عاشق رستم شده بود، غایبا. و شبانه وقتی که می بیاید به خانه رستم، اونجایی که خواب است، و ببینید چگونه خوب تصویر میکند فردوسی. میگوید مثلا اول توصیف تهمینه میکند که قد و بست و چهره و زلف و چشم و همچنان تصویر میکند که خواننده عاشق میشود به وی. و با وجود همین میگوید که روانش خرد بود و تن جان پاک. اهمیت دید، روانش خرد بود و تن جانی پاک، تو گفتی که بهره ندارد ز خاک. گویا که از آسمان فرامده باشد، تمام بیگناهی پاک است. اون دختری نیست که به شبستان هر مرد رود، این آرزویش بود. وقتی که رستم اون میبیند در سری بالینش میپرسید از او، گفت نامی تو چیست؟ چی جویی شبی تیره؟ کامی تو چیست؟ چنین داد پاسخ که تهمینه‌ام، تو گویی که از غم بدو نیمه‌ام. یکی دختی شاهی سمنگان منم، زی پشتی هیزر و پلنگان منم. بگیتی زی شاهان مرا جفت نیست. ببینید چی میگوید، بگیتی زی شاهان مرا جفت نیست. چو من زیر چرخی برین اندک است. یک نفر اندک است. زی پرده برون کس ندیدم مرا، نه هرگز کس آوا شنیدم مرا. با وجود همین اون محبتی که در دل به نماد رستم داشت، وقتی که خبر میابد که رستم در خانه اونهاست میاد و رستم با چی محبت، با چی نزاکت با او صحبت میکند. چو رستم بدان پری چهره دید، ز هر دانش نزد او بهره دید. بفرمود تا موبدی پرهنر، بیاید بخواهد ورا از پدر. چو بشنید شاه این سخن شاد شد، بسانی یک سرو آزاد شد. بدان پهلوان داد آن دخت خویش، بران سان که بود است آیین کیش. البته دوامش معلوم است. خب و وقتی که صبح می رود، خب اون بازوبندی که گوهرین بود میدید که اگر که دختر تولد کردی در زلفش می آویزی، اگر که پسر تولد کردی در دستش بازوبند می بندی. ببینید و در لحظه محبت چگونه نشان میدهد که واقعا مرد است. و وقتی که سهراب هم تولد میکند، میشنود که تولد کرده است، براش خلطه زر و باز خب یاقوت و گرانبهای و متاعهای بسیار گرانبهای هدیه میفرستد. ببینید در همه حالت تصویر میکند. بنابر همین برای ما همچنان که ما اولی صحبت هم تاکید کردیم، نماد رستم تنها جهان پهلوانی نیست، مرد خردمند است، سالار هست، دوراندیش است، وطن پرور است. بنابر همین و در برابر این واقعا عاشق هم هست.
این گونه است نماد رستم در شاهنامه. تشکر استاد، از شما منتظر هستیم برای اونه که وقت یافته به صحبت ما آمدید و البته از صحبت ما بیننده تلویزیون سفینه توانست یک جهان معنی برداشته باشد. بینندگان عزیز، ما اینجا صحبت داشتیم پیرامون ابرازی رستم یا که داستان رستم در شاهنامه و باید بگویم که برای آفریدن چنین یک ابراز در اثر بیزوال زحمت بسیار فردوسی بزرگ کشیده تا تواند جوانمردی و خردمندی را در سیمای یک شخصیت معرفی کرده باشد. و ما اینجا صحبت داشتیم با استاد اسکر حکیم، شاعر خلقی تاجیکستان، همزمان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی. تا برنامه دیگر شاد بمانید.